سلام علیکم خدمت تمام دستاندرکاران شبکه توحیدی رسالت از خط حواشی و امیدوارم که همیشه در این راه موفق و مؤید باشید. سخن من با شیعیان است. شیعیان عزیز، بنده هم یک شیعه بودم. 40 سال در گمراهی و ضلالت، 40 سال یک مزخرفات، یک چیزایی که این مغزمون کرده بودن از بچگی که نه بوی از دین داشت نه بوی از خدا داشت. فقط بلد بودیم عزاداری کنیم، بزنیم تو سر کلامون. خیلی عوض میخوام، مثل گاو، مثل حیوان. منم مثل شما تعصب داشتم، خیلی هم تعصب داشتم. حتی بعضی جا افغانیایی که میدیدم داشتم وضو میگرفتن چندشون میشد. گفتم اینا دیگه کی هستن؟ چرا اینا نمیان اسلام واقعی از ما بگیرن؟ چرا نمیان شیعه علی بشن؟ تا اینکه بعد 40 سال به خواست خدا و هدایت استادان شبکه‌های توحیدی، خداوند اون نور را در قلبم روشن کرد. منی که 40 سال اسمم مسلمان بود، قرآن داشتم تو خونه، ولی بیا باز میکردم میخوندم، چیزی نمیفهمیدم، چون به ما گفتن قرآن شما نمیفهمید. نماز نمیخوندم، برام مهم نبود. گفتم بهشتی هم میرم عزاداری میکنم. وقتی میگم یا حسین میگم از اون بهشتی هم. کسی که شیعه علی هست، مهر علی خود توشید، بهشتی احتیاج به چیز نداره. لا اله الا الله، لا اله. در تمام 40 سالم هر مجلسی، هر جایی میرفتم، فقط روزه بود. حسین چجور کشتن، علی چجور حقش خوردن. یکی به من راهنمایی نمیکرد، خدا رو به من میگه خدا کیه؟ توحید ما اشکال داره شیعیان، ما توحید نداریم. من خودم شیعه هستم، تو ایران دارم زندگی میکنم. چرا تمام جوانای ما از دین گریز شدن، نماز نمیخونن؟ هیچ پرسید از خودتون. نماز که بود اول پرسش روز قیامته. علت چیه؟ چون فکر میکنن اسلام اینه. اسلام این است که هیچ شیخای روافض کثافتا به مردم گفتن. فکر میکنن اسلام همینه، هر کاری خواستی بکو، شیعه علی که باشی بهشتی. لا اله. ولی شیعه بیایید تعصب بذارید کنار. من علی رو وقت دوست نداشتم. به من گفته بودن علی و 11 تا امام دیگه معصومن. پیش خودم فکر میکردم کسی که معصومه گناه نمیکنه. من خودم نمیتونستم با علی و اماما مقایسه کنم. به خودم میگفتم کسی که معصومه گناه نکرده نمیتونه بکنه، من نمیتونم به علی برسم. اما وقتی که علی رو شناختم دیدم نه، علی هم یه بنده است، عین من، تقواش بالا بوده. بعد فهمیدم علی کی بوده، شیر خدا کی بوده، فاطمه زهرا کی بوده، محمد رسول الله کی بوده، اصحاب پیغمبر کی بوده. شیعان به والله قسم اکابر این دین، بزرگای این دین، شاید این دنیا رو برای خودشون ساختن و میدونن که گمراه هست. حالا اون دنیا رو ندارن، این دنیا رو ساختن، ولی شما این دنیا رو دارید، نه اون دنیا. بیایید قرآن بخونید، تفکر کنید، تفکر کنید. یه آیه 36 جمعه بخونید، اگه بخواید هدایت بشید. به والله خدا برای انسان کافیه. ولی قرآن همش آیات توحیدیه. هرچه دست میذاری خدا گفته فقط من. توی قرآن گفته گمراه‌تر از این کسی که غیر الله را صدا میزنه کیست؟ دیگه چه جوابی داری؟ چرا میاد برمیگردونید میاد امامتی که اصلا بنیاد نداره،
اومده میزبان قرآنش کرده. خب کجا اومده؟ کجا خداوند گفته؟ عزیزان من، خواهش میکنم به فکر خودتون باشید. قیامت کسی به درد کسی نمیخوره، هیچ کس به داد کسی نمیرسه. به والله قسم اصلا اگه هدایت بشه، حالا نمیتونم میگم سکنی، ولی آرامش قلبی پیدا میکنی که تمام دنیا اگه سرش خراب بشه یادش نیست، کمر خم نمیکنه، چون الله رو داره. شیعیان دنبال آدرس الله، دنبال الله، کربلا احتیاج برید، قبور نباید زیارت کنی. بابا آتشش نزدیکه، اگه گردنه حبل الوری واسطه همون علی که شما بهش اعتقاد دارید به عنوان امام اول دینتون، امام برگزیده الهی، همون علی. ببینید چه نجم بلاغه به فرزندانش حسنین چه وارد کرد، گفت خداوند هیچ واسطه بینش تو خودش قرار نداده. خب اگر پیرو علی هستی پس حرف علی رو بشید، با علی باشید یا علی فایده نداره. عزیزان من، یا وقت اومد بعد باید اسم الله ذوالجلال بیاد. توحید یعنی چه؟ بشناسید توحیده. من دوستتون دارم، خواهش میکنم قرآن بخونید با معنی، ولی هدفتون از خوندن قرآن هدایت باشه، نه هدفتون گمراهی باشه. اگه هدفتون هدایت باشه، خدا بار اول زنگ میزنم، انشالله بعد باز مزاحمتون میشه. آقای انصاری خیلی دوستتون دارم، از دور پیشونی ماهتون میبوسم. الله ذوالجلال حافظ و نگهدار شما و زندگیتون باشه. هر روز با امضا کنید. به خدا بسپارم. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله. تشکر میکنیم از این بیننده گرامی. امیدواریم که شیعیان حقجو در مورد سخنانی که این برادر عزیزمون فرمودن و تجربه‌ای که داشتن فکر بکنن و کمی با خودشون بیاندیشن و حداقل به خودشون بگن نکنه این راهی که میریم اشتباس، نکنه این راهی که سالها رفتیم خدای نکرده منتهی بشه به جهنم.